امروز میخوام براتون راجع به سایه ها صحبت بکنم. همه ماها بخش هایی از وجودمون هستش که اون بخش ها رو ناخوب میدونیم و علاقه ای نداریم که کسی راجبش اطلاعاتی داشته باشه و مخفیش میکنیم و همین مخفی کردن اول گرفتاری آدمی. اگه به این موضوع علاقه‌مند هستی تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حال احوالتون عالی باشه و روز خوبی رو در کنار خانواده های مهربونتون پر از عشق و محبت در حال گذروندن باشید. حتما برای شما این سوال پیش اومده که چرا آدم های خیلی خوب به یک دفعه و یه دفعه توی یک شرایط خاصی دسته گلایی رو به آب میدن، کارهایی رو میکنن که اصلا آدم باورش نمیشه. مثلا آدم هایی که در تمام طول زندگیشون دارن میگن که اذیت کردن دیگران کار خوبی نیست، یا نمیدونم دست زدن به مال دیگران و سرقت کردن مال دیگران کار مناسبی نیست، یه دفعه خودشون دست به همچین کارهایی میزنن که آدم باورش نمیشه. دلیل این موضوع اینه که همه ما در وجودمون یک بخش سفید داریم، یک بخش سیاه، یک بخش خوب داریم، یک بخش ناخوب، یک بخش خیر داریم، یک بخش شر. و همین باعث میشه که ماها یعنی اگر اصلا قرار بود که این تکه های بد و ناخوب ما وجود نداشتن، ما اصلا نمیتونستیم تکه های خوب وجود خودمون رو درک بکنیم. اگر قرار بود که در اصل ماهیت ظلم در وجود ما نبود، ما نمیتونستیم ماهیت عدل رو در وجود خودمون درک بکنیم. اگر ماهیت اذیت کردن، دروغ گفتن در وجود ما نبود، راستگویی و در اصل حمایتگری در وجود ما معنایی پیدا نمی‌کرد. پس هستی به زیبایی عمل کرده و تکه های خوب و ناخوب هر دو در وجود ما هست. ما هم ماهیتاً میتونیم فرشته خوب باشیم و تا جایی پیش بریم که واقعاً و از هر نظر انسان فرشته خوبی باشیم، هم میتونیم برعکس رفتاری رو بکنیم که اون رفتار خیلی از شیطان صفتی انسان شکل میگیره و آدم رو در حد حتی حیوانات پایین میاره. پس بنابراین هر دو بخش در وجود ما هست و انسان سالم انسانیه که تایید میکنه و قبول میکنه که هر دو ویژگی مثبت و منفی در وجودش هست. زمانی که ما شروع به مخفی کردن میکنیم و مرتب میگیم که نه من این آدم نیستم، من این کارو نمیکنم، من اصلا هیچ صفت بدی ندارم، من هیچ کار بدی انجام نمیدم، ناخودآگاه داریم اون بخش ناخوب وجود خودمون رو نادیده میگیریم. انگاری که اون صفت رو داریم مرتب به خودمون میگیم که در وجود ما وجود نداره، در حالی که اون صفت وجود داره و سر جای خودش مستحکم‌تر میشه و در عدم توجه ما فرصت رشد پیدا کردن پیدا میکنه. یعنی فرصت این رو پیدا میکنه که هر روز بزرگ و بزرگتر بشه و یه جایی یک دفعه شما از چیزی که اتفاقا همیشه به دیگران میگفتید که این کارو نکن و به دیگران میگفتید این کار بده، همون یه دفعه میاد سر کلش پیدا میشه و عمل میکنه. در صورتی که اگر ما بدونیم که در وجود تک تک ما این قسمت بد و خوب وجود داره، اون وقت میتونیم اینها رو انتخابگر باشیم و رفتارهای خوبمون رو در اصل بیشتر توسعه بدیم و رفتارهای بدمون رو کنترل بکنیم. یعنی در اصل با اشراف لحظه به لحظه‌ای که در وجود خودمون شکل میدیم، باعث میشیم که بتونیم در اصل صفات مناسب و صفات خوب وجودمون رو شکل بدیم، بیاریم جلو، بهشون وسعت بدیم و صفات بدمون رو در اصل شروع کنیم ما کنترلشون کردن، محدودشون کردن و اصطلاحاً حالا در فرهنگ به یه نوعی اسپریچوال و مذهبی با نفس خودمون روبرو بشیم و اون گزینه‌های بد وجود خودمون رو تحت کنترل و مدیریت خودمون در بیاریم. با این دیدگاهی که امروز با هم صحبت کردیم، پس سایه ها در وجود همه انسان ها هستند. چیزهای بد و خوب، صفات خوب و بد، رفتارهای خوب و بد همه در وجود همه انسان ها هستش. این تمایل به ذات وجود داره. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که انسان با شناختی که از این پدیده ها پیدا میکنه شروع کنه این پدیده ها رو در اصل مدیریت کردن و صفات خوب وجود خودش رو
شروع کنه ارتقا دادن و صفات بد رو نادیده گرفتن و حذف کردن. پیشنهاد میکنم برای اینکه بهتر در اصل این موضوع رو بشناسید با یک تمرینی این کار رو تکمیلش بکنید. تمرین ما از این قرار هستش که شما میخوام برای یک لحظه چشماتون رو ببندید، چند تا نفس عمیق بکشید و بعد از اینکه به آرامش رسیدید عمیقاً در وجودتون فکر بکنید که بزرگترین ویژگی و صفت خوبی که در خودتون سراغ دارید چی هستش. فعلا فقط یه دونه. میدونم که شاید صفات زیادی در وجودتون بتونید پیدا بکنید، اما مهمترین صفت خودتون رو، چیزی که بهش خیلی افتخار میکنید، چیزی که فکر میکنید منحصر به فرد در وجود شما هستش رو برای خودتون به یاد بیارید. بعد چشماتون رو باز کنید و اون رو روی کاغذ بنویسیدش. همینطور میخوام 2 مرتبه چشماتون رو ببندید، چند تا نفس عمیق بکشید و ببینید ضد این صفت خوب شما، یعنی خلاف این صفت خوب شما، درست نقطه مقابل اون صفت خوب شما چه صفتی هستش و اون رو به یاد بیارید. کاملا در ذهنتون اجازه بدید که شکل بگیره و بعد چشمتون رو باز بکنید و اون رو بنویسید. حالا میخوام عمیقاً فکر بکنید که از این صفت در اصل ضد صفت خوب شما در وجود چه کسایی هستش. شما چه کسایی رو فرافکنی میکنید و میگید این آدم ها این صفت رو دارن. مثلا فرض کنید شما میگید صفت دروغگویی که خلاف راستگویی که صفت بارز شماست و بعد میگید که مثلا حسن، حسین، چه میدونم مهتاب آدم‌های دروغگویی هستن، آدم‌هایی هستن که راستگو نیستن، آدم‌هایی هستن که با صداقت نیستن. حالا که دارید این فرافکنی رو میکنید و این رو به دیگران نسبت میدید، یک لحظه عمیقاً فکر بکنید ببینید آیا در وجود خود شما چقدر دروغگویی هست؟ آیا تمایل به دروغگویی در وجود شما هم هست؟ آیا این امکان وجود داره که خود شما هم دروغ بگید؟ آیا امکان داره که خود شما هم آدم صادقی نباشید؟ با این مدل میتونید دونه دونه کشف بکنید در اصل سایه های خودتون رو و با شناختن سایه هاتون بهتر با درون وجود خودتون آشنا میشید. بهتر متوجه میشید که چه چیزهایی در وجود شما هستش و اگر قرار بشه که خطایی شکل بگیره از کجا شکل میگیره. امیدوارم که مبحث امروز برای همتون عالی باشه. ما کلیپ های خیلی خوبی رو براتون تهیه کردیم، ویدیوهای خیلی خوبی رو تهیه کردیم. توصیه میکنم که مطالب و ویدیوها رو هم خودتون ببینید، هم برای دیگران ارسال کنید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن به ما کمک بکنید که بهتر متوجه بشیم که ذائقه شما چی هستش و چه چیزهایی میتونیم تهیه بکنیم که برای شما مناسب باشه. همتون رو به خدای رحمان میسپارم. مراقب دل مهربونتون باشید. خدا نگهدار.